اینجا یاد گرفتیم چطوری اعداد رادیکالی رو با استفاده از روش مثلث فیثاغورس و روش حلزونی رسم کنیم. حالا می‌خوایم ببینیم اگر یه عدد بزرگ به من داد مثل رادیکال 12 یا حتی بزرگتر مثلا رادیکال 28 یا بازم بزرگتر رادیکال 105 چطوری بدون اینکه به تعداد دفعات زیاد روش حلزونی رو برم جلو بتونم اینا رو رسمشون کنم. یعنی مثلا اگر من بخوام رادیکال 12 رو با استفاده از روش حلزونی رسم کنم باید 11 بار مثلث روی مثلث بکشم توی حلزونم که بتونم به رادیکال 12 برسم. اما میخوام تعداد دفعات کمتر این کارو بکنم. چطوری؟ یه ذره نگاه کنین به این روش حلزونی و حلزونی که الان من اینجا کشیدم. همونطور که میبینید یه سری مثلث‌ها این وسط تمام اضلاعش درست درمونن. مثلا کدوم مثلث؟ مثلا همونطور که میبینید این مثلث وترش به من یه عدد درست درمون داده. وترش شده 2. پس توی مثلث بعدیش یه ضلع من 1 شده، یه ضلع من 2. یعنی همه این دوتا رو من میتونم با خطکش رسم کنم و مشکلی ندارم. و بعد رادیکال 5 رو به من میده. بعد میتونم از اینجا به بعد ادامه بدم. چون من مشکلم برای رسم اعداد رادیکالی این بود که تو خطکش پیدا نمیشد. اگر از یه جایی به بعد این مثلث رو من بتونم با خطکش رسم کنم، بعد از اونجا ادامه بدم برگشته که مشکلی پیش نمیاد. مثلا الان وقتی من بخوام رادیکال 6 رو رسم کنم، لازم نیست دیگه بیام از اولین مثلث شروع کنم. کافیه بیام یک ضلع 2 سانتی رسم کنم. یه ضلعم 1 سانتی به صورتی که بر هم عمود باشن. میدونم وتر این مثلث میشه رادیکال 5. حالا از اینجا به بعد حلزونیش رو برم. دوباره بیام یک ضلع 1 سانتی اینجا بکشم عمود به وتری که رادیکال 5 شده و میدونم وتر این مثلث جدیده میشه رادیکال 6 و حالا دیگه رادیکال 6 رسم شد بدون اینکه بخوام از مثلث اول شروع کرده باشم. پس از یه جایی به بعد رو اگه من پیدا بکنم که نزدیک به عددم باشه دیگه لازم نیست از اول شروع بکنم. از همونجا میگیرم میرم جلو. مثلا الان برای رادیکال 12 باز من اینجا این مثلث رو دارم که وترش به من یک عدد درست درمون داده. پس این باعث میشه توی مثلث بعدی اضلاع من همش با خطکش قابل رسم باشه. یعنی اگر من به یک ضلع 3 سانتی بکشم یه ضلع 1 سانتی عمود به اون وتر این مثلث میشه رادیکال 10. حالا از اینجا به بعد حلزونیمو پیش برم. بیام یک ضلع 1 سانتی روش بکشم. بعد بیام وترش رو رسم کنم میشه رادیکال 11. حالا باز دوباره ادامه بدم چون هدفم رسم رادیکال 12 تا میرسم به رادیکال 12. دیگه لازم نیست 11 بار مثلث بکشم. 3 تا مثلث کشیدم و رادیکال 12 رو رسم کردم. حالا از کجا تشخیص بدیم که من از کجای حلزون باید شروع کنم که به اون رادیکال مد نظرم برسم؟ بریم ببینیم چطوری میتونیم بفهمیم. مثلا به من گفته رادیکال 28 رو رسم کن. کافیه من بتونم اولین عدد مربع کامل قبل از 28 رو پیدا کنم که وقتی تو روش حلزونی بهش میرسم اون بتونه از زیر رادیکال بیاد بیرون. الان اینجا اولین عدد مربع کامل قبل از 28 میشه 25 که میدونم رادیکال 25 میشه 5. یعنی یه جا تو روش حلزونی وتر مثلث من میشه 5 که قابل رسمه. پس من اگه 5 سانت رو رسم کنم بعد از اونجا به بعد روش حلزونی پیش برم یعنی 1 سانت بهش عمود کنم وتر مثلث من میشه رادیکال 26 یعنی مرحله بعدی بعد از رادیکال 25. حالا دوباره از اینجا پیش میرم 1 سانت عمود میکنم به رادیکال 26 و وتر مثلث جدید من میشه رادیکال 27. دوباره پیش میرم چون میخوام رادیکال 28 رو رسم کنم پس 1 سانت عمود میکنم به رادیکال 27 و میشه وتر مثلث جدید من رادیکال 28. حالا این رادیکال 26 پس چجوری به دست اومد؟ در واقع همون 5 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2 بود که شده بود 25 به علاوه 1 مساوی 26 که اندازه وتر من به توان 2 بود. پس وتر مثلث من که اون تا به توان 2 به علاوه b به توان 2 میشده اون میشه رادیکال 26. c مساوی رادیکال 26. بعد از اونجا به بعد که پیش برم به رادیکال 28 میرسم. پس من از رادیکال 25 شروع کردم. توی ضلع درست درمون به من داد 5 سانت. روش 1 سانت رو رسم کردم. رادیکال 26 رو داد. از اونجا به بعد رفتم جلو. یعنی به جای اینکه برای رادیکال 28 27 بار روش حلزونی پیش برم با رسم 3 تا مثلث تونستم برسم به رادیکال 28. خب حالا اگه به من بگه رادیکال 105 رو رسم کن پس چیکار میکنم؟ میام اولین مربع کامل قبل از 105 که 100 رو پیدا میکنم. میدونم رادیکال 100 10 یعنی یه جا تو روش حلزونی من تونستم 10 سانت رو رسم کنم. پس اون رو یه راست رسمش میکنم.
یه 1 سانتی بهش عمود میکنم. حالا این 10 سانتی ذره باید بلندتر باشه. وتر این مثلث چون قبلیش رادیکال 100 بوده در واقع تو روش حلزونی، اینجا میشه رادیکال 101. حالا از اینجا به بعد پیش میرم، چون 10 رو که با رادیکال 100 به دست اومدم درست درمون. دوباره روی رادیکال 101 کافیه 1 سل به اندازه 1 سانت عمود کنم. وتر مثلث جدید من میشه رادیکال 102. مثل روش حلزونی فقط دارم پیش میرم. دوباره 1 سانت عمود میکنم، میشه 103 رادیکال 103. دوباره 1 سانت روی رادیکال 103 باید عمود بکنم که باز میشه رادیکال 104. برای 105 یه بار دیگه میرم، 1 سانتی عمود میکنم به رادیکال 104 و رادیکال 105 رو به من میده. یعنی به جای اینکه 104 بار روش حلزونی رو پیش برم، از مرحله 99 به بعد که رادیکال 100 که همون 10 رو به من میده شروع کردم، با رسم 5 تا مثلث تونستم رادیکال 105 رو به دست بیارم. حالا فرض کنید به من بگه برای رسم رادیکال 73 با استفاده از روش حلزونی اگر نخوام از اولش شروع کنم و از یه جایی به بعد پیش برم، حداقل تعداد مرحله‌ای که من باید پیش برم چنده؟ خب من میدونم به طور عادی با استفاده از روش حلزونی من باید 72 بار روش حلزونی رو پیش برم تا بتونم رادیکال 73 رو رسم کنم. ولی میدونم یه جایی اون وسطا داره به من مثلثایی میده که وتراشون عدد درست درمونن که من میتونم رسمشون کنم، که اولین جایی که آخرین جایی که این اتفاق میفته قبل از 73 64. یعنی من یه جایی میرسم به رادیکال 64 که میشه 8 تا یه عدد درست درمون و از اینجا به بعد اگر روش حلزونی پیش برم به رادیکال 73 میرسم. یعنی مرحله بعدی من میشه رادیکال 65 رادیکال 66 تا میرسم به رادیکال 73. حالا چند تا مرحله باید پیش برم؟ در واقع 73 رو منهای 64 میکنم. 9 تا مثلث این وسط من باید رسم کنم. به جای 72 تا با 9 تا مثلث من میتونم به رادیکال 73 برسم. خب پس چی شد؟ من اینجا با استفاده از 64 که اولین مربع کامل قبل از 73 تونستم رادیکال 64 که 8 رو رسم کنم. یه 1 سانتی بهش عمود کنم. وترش به من میداد رادیکال 65. حالا از اینجا به بعد با استفاده از روش حلزونی پیش برم و برسم به رادیکال 73 با رسم 9 تا مثلث که اولیش همین رادیکال 64 1 زلش بود. پس توی این ویدیو یاد گرفتیم وقتی عدد رادیکالی بزرگ به من میده و میخوایم رسمش بکنیم چطوری با استفاده از روش حلزونی بدون اینکه تعداد مراحلمون زیاد باشه اون رو رسم کنیم. کافیه از یه جایی به بعد که عدد رادیکالی من از زیر رادیکالی اومده بیرون و عدد درست درمون میداده رو پیدا بکنم، از اونجا به بعد روش حلزونی رو پیش برم و بهترین جا اولین عدد مربع کامل قبل از عدد زیر رادیکال مد نظر من باشه. ممنون از نگاهتون. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. برای دیدن ویدیوی مباحث دیگه به کانال‌های ارتباطی مراجعه کنید. یادتون باشه شما تبدیل به چیزی میشید که هر روز تکرارش میکنید.